بچه ها امروز اومدیم. امیر تو پارت قبلی این ویدیو منو خیلی اذیت کرد، شما هم شاهد بودین. میخوایم بریم ازش انتقام بگیریم. میخوام رو مخترین دوست دختر جهان باشم. نمیدونین چه فکرایی دارم، نمیدونین. اشان خوب آیسانه؟ چه سفارشی دارم پول کشیده با عمره تو دیگه بابا چند یه بار آوردی هم ما رو صابونه بیرون. بابا چند دقیقه اومدی؟ باشه چه ربطی داره 2 دقیقه هم باشه 2 دقیقه وقتی با فهمم بابا عهد کن. بابا عهد چرا بابا من چی تو سفارش دارم دیگه بابا داره میاد. آیسان موفق تره. آیسانه بابا یه دقیقه منو نگاه کن. من چی بگم به من چه هستم؟ من سفارشمو دادم دیگه. لابد یه چیزی بهشون گفتی که دارن دیر میکنن دیگه. من چی گفتم؟ اصلا چی میتونم بگم؟ باشه امیر خرمه تو بابا سر صبح داری به من گیر میدی؟ بابا سر صبح کیرم میکنه خدا وکیلی. اونم ساعت چند نمیدونم صبح. منظوری دیگه من خیلی در میکنم. چجوری میکنم؟ منتظر صبحانم گوشینم ها. کارمون در من چیه؟ کارمون در من چیه؟ خب من چیزی نگفتم اصلا همش قهر میکنی سر صبح. همش قهر میکنی؟ الان میگم همش؟ نه بابا الان میگم بابا من همش کی گفتم همش؟ من اصلا گفتم همش. آره میشه ویدیو چک بذارین لطفا؟ نه نذارید همش به من فکر نمیشه. خب چیزی نگفتم اصلا همش قهر میکنی سر صبح. خب ببخشید من دیگه حرفی نمیزنم که ناراحت شی. شرمم. حرف میزنی دیگه با هم؟ نه هستین شما؟ بچه ها دارم خیلی گوشتمه نه من دارم برای تو. من میگم من بخور ولی نه خب بذار بر خودت بیان. نخورم واقعا؟ قهر میکنم ها. الان حسم اینه دیگه به درد نمیخوره این دنیا. خب بعد اوملت چی میچسبه؟ قهوه. بابا کی بعد اوملت قهوه میخوره؟ دوره بگردم آخه. برو یه تو قهوه دوست داری منم نه بخورم. منظور چیه؟ من که باش بخور. من میگم بعد اوملت لیمونادی چه میدونم. آره اول صبح بریم بشه گازدار سرد بخوری که معدت به هم بریزه تا شب نتونی هیچی بخوری. قهرم باز صدا رو بابا قهر نکن دیگه. قهر چی؟ هنوز قهوه‌ای که تو اوملت من اصلا آشتی نکردم. چون شدم آره شانش میافته. قدو مدر رو نه تو دارم شوخی میکنه. نه دارم شوخی. بده گوشی تو. این گوشی اصلا پر از آیات قرآنیه. من برای تو. آره آیات قرآنی. من به قرآن بهش داره جان نگفتم. به منم یعنی نمیگی قهرم بابا تو فرق به تو میگم. نشستم به در نگاه میکنم. قهرم باید نه قهر نکن بابا تو رو خدا. قهر اصلا کار نمی‌کنم. برای چی قهری؟ چقدر گیر میدی امیر؟ خیلی گیر میدی به خدا. بابا تو هر ثانیه گیر میدی به من. چرا قهری؟ بابا ول کن دیگه اینقدر. باشه نه بابا میگم خب باشه چیه؟ منظورت باشه چی بود؟ نه من این دفعه با منظورم اینه که اذیت نمی‌کنم. من نمیدونم بابا منظورم میگم نمیخوام دیگه اذیت کنم. بابا باشه از اگه چیزی گفتم ناراحت شدی اینا ببخش. اگه چیزی گفتی داری همینجوری منو دیس میکنی. هی داری منو میزنی میکوبی. اگه چیزی گفتی بابا من کی میری جان میفرستی برای بقیه. بابا من کی جان فرستادم؟ واسه به خدا نگاه کن. هیچ برای هیچ جان نفرستادم. جان فرستادی.
حالا من که میدونم خواهرانه ترش جام فرستادی خواهر برنری، ولی خب باشه همون نباید باشه. چند تا فالوور داشتی؟ نمیدونم اون 70 تا 100 تا 7000 تا فالوور داشتی. فالوورات خدا آره که 6500 تاش دختره. نه مثلا این اینستاگرام میرم به قرون وقت نمیکنم مثلا من اینستاگرام سرت خیلی شلوغه. باشه برای من وقت نذار. منظورت اینه من خیلی سرم شلوغه برای تو وقت میذارم و خدا تو شکر کنی. آره چجوری اینو به ذهن دختر رو بریزم؟ نه یه سری ها جوری برای نسبت چند تا دختر مگه میشناسی که دخترها بستی؟ بابا تو این سری پستا رو میبینم تو کامنت ها. تو گفتی اصلا این استا نیستی؟ قهوه خوشمزه بود؟ حالا یه قهوه بوده دیگه تو هم شاله یه قهوه بود ها نداره همون یه قهوه خوشمزه بود. الان که قهر نیستی که دیگه من قهرم بابا خیلی گیر میدی. اصلا امروز به قرون خدا وکیلی من نه گیر دادم نه کاری کردم. اصلا نمیدونم چرا اینجوری شدی اصلا. الان منو دعوا کردی. هی داری برام مرگرم باد. من چقدر سی شدم واقعا. چرا اینجوری الان شدی؟ هی اینجوری میکنی، هی بر من سیس این شکلی میگیری مثلا. سیس گرفتم اصلا بابا به خدا من سیس گرفتم من کاری کردم اصلا نمیدونم داستان چیه واقعا. ببخشید حالا اگه چیزی گفتم کاری کردم معذرت میخوام. اگه؟ نه با معذرت میخوام به خاطر حرفی که زدم به خاطر تو فعلا برو به اونا جان بگو جان. دخترها رو توی پیجا نگاه کن پستاشونو. تو پستای منو نگاه نمی‌کنی. آخرین پستی که گذاشتم چی بوده؟ همون عکست بوده که دسته گل داری من خودم برات گرفتم. دومین پستم چی بوده تو کات پیجم؟ دومیش کدوم؟ دو عکسی که من ازت گرفتم. اولیش چی بوده؟ اولش اشتباه گفتی. خندته. سومیش چی بوده؟ بیا پوشو. سومیش چی بوده؟ نمیدونم آقا. پنجمیش چی بوده؟ داشتی میرفتی عروسی یه بار لباس پوشیده بودی. شلوار قرمز بود. خوابیدی تو پیج من؟ بابا دیگه پیج کسی که دوستش داری هم نباید نگاه کنیم عکسای قشنگشو. دوستم داری؟ معلومه که دوست دارم بابا دورت دیگه. برو اونور باید غیرم. الکی میگی چون؟ نه به خدا الکی نمیگم. الکی نمیگم بابا به خدا دوستش دارم دیگه. چرا میخندی؟ چی شد؟ میرم برات بچه خیلی اذیتش کردم. داشتی شوخی میکردی الان؟ شما میتونی یه دوست پسر رو مخ باشی، من نمیتونم یه دوست دختر رو مخ باشم؟ از صبح رفتیم اون بیتی دور زدیم رفتیم و اومدیم کافه قهوه خوردیم و همش داشتی شوخی میکردی؟ شاید بگم بچه خیلی باورتون نمیشه بچه حالا مثلا من رو مخ امیر رفتم، حالا خودش هم نمیدونست ولی من بیشتر اذیت شدم تا این. اول از اینکه امیر حالا نمیدونست همیشه هم اینجوریه که هی بخواد آرومم کنه و اینا، ولی واقعا خیلی کاره عجیبیه. چجوری واقعا یه سری از دخترها انقدر رو مخ میرن؟ من خودم خیلی اذیت شدم. دمتون گرم واقعا. مرسی. مواظب خودتون باشید. رو مخ دوست پسراتون، پارتنرتون، همسرتون، هر کیه که نرین. آره هر کی دوستش دارین نرین، خواهش میکنم، چون واقعا خیلی کار بی خودی شده دیگه. اصلا از دورش گذشته. اون قدیما بودش که میگفتن حالا خیلی رو نده و اینا. واقعا برای کسی که دوستش دارین و اونم واقعا دوستتون داره صد خودتون رو بذارید. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. اگه چنلم ساب نکردید تا الان حتما ساب کنید. به حمایتتون رو خیلی ممنونم. بخشیدی؟ آره جونم. هیچی به جز عشق نمیمونه. ویدیوهای بعدی میبینیم.